عرض سلام و احترام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یکی از متداول ترین سوالاتی که مردم و مشتریان میپرسن اینه که آقای مهندس، آیا استخرهای دیوارهای صاف، استخرهای بتونی قدیمی که دیواراشون صافه هم میشه آب بند کرد؟ پاسخ بنده اینه که بله، میشه آب بند کرد. ورق ژامبران به دلیل انعطاف پذیری که داره، در هر شکل و شمایلی استخرها دیوارشون شیبدار باشه، دیوارشون صاف باشه، استخرتون دایره‌ای شکل باشه، قابلیت نصب و اجرا رو داره. استخری که درش هستیم طولش 25 متر، عرضش 15 متر و عمقش 5 متر و 20 سانته. خدمتتون عرض کنم که قشنگ ورقو در زوایای کنج دیوار به دیوار، زوایای دیوار به کف ورق میخوابه، کنجا رو قشنگ آب بند میکنن و خدمتتون عرض کنم هیچ مشکلی هم نخواهیم داشت. از این استخرهای بتونی دیوار صاف با ارتفاعات متعدد و مختلف زدیم و خدا رو شکر همه راضی بودن. امیدوارم که در واقع پاسخ یه سری از هموطنان رو داده باشم، چون سوال بود براشون و براتون آرزوی تندرستی و سلامت میکنم. موفق باشید.